مردک بخدا همش جمع بود مردک جمع بود همش جمع بود جمع بود جان مادرم باز شما را زدن نمیخ جان بیشتر بود میکشم فقط میکشم تماشابین عزیز اندکی هم باشد با این گفته های من گوش نه. زندگی راهی پرآبی است که پرطغیان است. زندگی درسی ادب بر همه انسان است. زندگی شادی و غمپروری و جانبازی است. هر که در عرصه او عمر برد انسان است. از این خاطر خطای خود را به گردن گیر. برای اصلاح شدن خطای خویش همیشه کوشش ساز، زیرا حیات برای تو یک مرتبه شانس میدهد. نفرانی که در کانال ابونه نشده اید، پس در کانال ابونه شده دستگیری را فراموش نسازید. تماشای خوش و یکی شما آرزو دارم. دایق جان در خانه را پوشانو بعد بیا آب سرته. سومن جان و بعد جای رفته شدی بعد پیش ما بیا خب نمیدونم با این چی کار کنم. میگم بیام خونه غشت باشد که خونه تازه است. میگم لباسم ناشسته باشد که لباسم شسته است. عزیز من میدونم با تو چی کار کنم. دایق جان بیا آب اومد پیش من بیا. همه گلها آب داده انا کرا اکفای در صبح شد خوب شد. آخی نبین همه چی ششتگی توزه کردگی موندگی های بزنی Veka lagavside unatta. Jab yo in chi hol ast? Man ame kawab libos ba pul mekharam tu da zamin mezani. Jab peshman biyo? سومن جان آب محکم کن. میکشم فقط میکشم در پیش در کد بخشخه نکن افوزه در برو حوزه نفهم نکن که من گردم فهمیدی نکن که من گردم میکشم فهمیدی میکشم ایچی حول احوال است ایچی حول احوال است بخورتنه یو من این لباس را پول داده میخرم با قیمتی جا میخرم لیکی تو در همین زمین میپرتوید تیز جان کن تیز کن مردک بخدا. درود برادرانی که در مهاجرت هستید و میخواهید که تمام مال و محصولاتتان را به یگان نقصان و کمبودی به تاجیکستان انتقال دهید. با شما رقم هایی که در زیر میگذارند همه روزه در خدمت هستند. مسکو مترو ولادیکنو سیگنال پرایز 18. شما میتوانید که مال و محصولاتتان را به شهر دوشنبه، شهر کولاب، شهر وحدت، شهر قرغن و دیگر ناحیه های کنار تاجیکستان انتقال دهید. و همچنین برادرانی که 400-500 کیلومتر از مسکو دور هستید، حجم بار شما یک تن را تشکیل می‌دهد. برادران ما خودشون رفته بار شما را قبول کرده به یگان کمبودی نقصان وابسته به روزهای معین به تاجیکستان میارند. از شما خواهش میکنم که همین برادر را دستگیری سازید. موفقیت برای کار. برادران برزیده خدا پسرشون یک 2 روز پس ماشین رو میروند.
درست بود مادر مادرم بخدا همش جمع بود مادر. جنبه همش جمع بود. جنبه باید جنجا. دختری بابا برو ایدیا دختری بابا برو اکام کروندم پدرم معلمان مادرم معلمان اینا بینم حالا حوالادا میکشمد فهمیدی میکشمد یک بار دیگه میبینم میکشم فهمیدی تو گپی منو فهمیدی گپی منو شکر خدا. ای خدا جان از این بد نکن. نمیگویی یعنی میدونم باید چی کار کنم. جان سومن جان شما دارید رشیشته؟ بچه جان جان پدرم بود شما را زدن. نمیخ جان پدرت نزده ای گپا دا یگم جان نگو مایلش در چی به دست رویتون سیاهیه؟ هیچی نیست ای رفتیم کارو را کنیم رفتیم یک کورا با جوی اخیر میبیوی جزیر میشه اوکه جون دستی هم کسرت در این خونه یکون چی نمیمونن این سیاهی های دست روی تو کی گم میشوند این سیاهی های دست روی تو کی گم میشوند یکی یگون خش تبور بیاید یکی یگون همسایه بیند باز نگویم که من زدم ترم فهمیدی که بعد اون روز از دستی من خلاصی نداری حقود همه قدری این گلورا خوش رو آبی که اوجه قاق شده است اپا استو داری تو هست بزن بیشت کار نوازو تو دریده است تو زن زدی دو درد رو تو گفتی که شوهر منو زد بس برای چی پیش خونه من اومد همه قروز رای خونه من گم کرده بود نه برای چی اومده چی گم کرده رای خونه من همه قدو در و دورو هستن پلدار هستن همه چی هستن لیکن یک بار من با یک سومون ندادن من فقط میمرم روز در روز از عذاب کشیدن چی من نمیگو که یک بار من بسنتیم امروز برای چی اومده است من از خداوند زوره میکنم که خداوند خودش به ما دهد آخر دادرم زن و فرزند داره قفای زندگی خودشه من از شما نمونم این گپ خودمون فرو درک شو گو که من در خونه نیستم
اینو تگم بهونه کن خودت فهمیدی که باز از این روز سیاه را میبینی تیز کجا اپا بابای همینجا هسته همی چه؟ بیا بدر اپا این چی حاله در رنگ روی تو؟ هیچ کم نیست بیا در خانه دارم روز چه گوزان یازدم که؟ نه بطرد اینجا خانه دارم همش رو میگویم دارم اوچم چی خیلی؟ سوزان گشتیم خونه دار لیف جان تقاد اومد واه کنی خانش هستم این جیانوی ما همین خدرش دیانا یک خان زنن کنی یورا گیری انا میره یکون چی میخری نه؟ نه بطرد اینجا اونا پا نه این خیلی نکن گودکا گنده میشن در پول عادت نکنن التماس بطرد اینجا نه ای اپای همین کار نمون نه هیچ کار بیا خانه دارم ای خونه نمیدرم اپا خانگی ها چی خیلن؟ زن و گودکات، اپ همشان، آچم همشان سازن سوزای اما ما هم چند خروجه دانه بودم چی خیل آمدی؟ نغز آمدی آخی؟ بله بیا خانه داره؟ نه خونه نمیدرم اونجا گرد میزنم آقای فهمیدم که ساعت زندگی تون پس ده اومدن تنشین عمره برای گفتم آمدم همه الله قبطون تونم نه دادر جان من این پول رو قبول کردن نمیتونم بگیز در زندگی در کارت میشه نه دادر جان رحمتی کلام رحمت اپا مالا اما این کار یازدم کرد کتی روز شگوزن یازدم کرده باشم ما میدونم چی کنم بایا نه بدردین رویست تو در خونه است نه بدردین این کار رو یازدن نکرده یازدم نکرد کی کرد اگر در دودرش گوید که شبها را مرسد حول من باید بشود این های دستشون همه چی میبید من کی دورم این هم میگردم خوریجه به خوریجه پدرش دورو مادرش دورو نه بدردین این کار رو یازدن نکرده است گوش که بدردین همه زندگی پستی و بلندی داره چه شما در زندگیتان جنگ و غوا نکردین شما هم همراهی زنتان همین خیل بودین هر روز جنگ بود اولش از من بدتر بود لیکن وقتی من از اون خونه بر اومدن پدر و مادرم یاد داری که به من چی گفته بودن چی دعا داده بودن من از خدا هم امیدوارم که یک روز نه یک روز زندگی من شیرینتر بهتر می شود بدردین دادر جان اگر بر مقصد مهمانی اومده باشی مرحمت یک پیاله چای خورو از پسی کارت شو اگر در زندگی ما دخالت کردم باشی من این رو هیچ وقت اجازت نمیدیم برای که من صاحب 2 فرزند هستم انشالله که امروز نه یک روز زندگی ما آباد می شود خوبتر می شود اگر خواهی که من خوشبخت باشم در حق ما دعا کنید چی؟ طرفی من رو میگیرد این زنک؟ نگفت در دودرش یعنی این رفتارهایی کرده ای من رفتارهای نامردانه اند خیلی اپا جان خودت میدونی من رپی گفتگی من گفتم ایش کاری خودت یکی بین یکم گفت شید خیلی بوزن میگذرد همش السلام علیکم بدرین جان و علیکم سلام سوزه هستم خوبه رحمت خوش اومدید چای تیاره رحمت چای تیار یک پیاله چای نمیگیری رحمت وقت نداشتم پدر و مادر خونگی همه سوزن شکر رحمت
Ҳама соз? امرو آمدم گفتم سردستکی خبرتون بگیرم برم یزدان که من فکر کردم شما خونه در نیستی همینجا. خوب بودم بدرالدین جان. یزدان سر تبرد و مرد باید همه وقت سرش بالا باشه. این روزا میگذره همه زندگی به کمبودی نیسته. زندگی همش کمبودی داره که آدمیزاد با اصلاح میشه. فهمیدی یزدان؟ بهتر نگفته یه همه گر فشار زندگی آباد کند مسکین مباش، مرد باشه خستگی شرمندگی در کار نیست. فهمیدی یزدان؟ فهمیدم. رحمان خوش اومدید. رحمان من میرم خواهی یزدان. خوش اومدید. تیستو من خودم رو بگیرم تیستو. салом дӯстони азиз, агар маро қадр кунед, эҳтиром кунед, дӯст доред, ман ҳам шуморо қадр мекунам, эҳтиром мекунам, дӯст медорам. вақте омада ки исбот кунем ки мо ҳамдигарро қадр мекунем ё не. аз ин хотир ман ба шумо тавсия метиҳам ки ҳамин акаи умедро барои гузаштан аз граница дастгирӣ намоед, зеро ҳамин ака сабабе мешавад ки кори мо низ пеш меравад. аз ин хотир аз шумо хоҳиш мекунам ҳамчун бародарвор ақаллан ҳамин акаба нависед ва масъалаи аз сарҳад гузаштани худро ҳал кунед. ман умедворам ки шумо моро дастгирӣ мекунед, мо имконияте пайдо мекунем ки барои шумо беҳтарин филмҳои кӯтоҳ ва филми деҳотиро зудтар пешниҳодатон кунем. агар ҳамин чизро хоҳед, ҳатман ҳамин акаакро чӣ кор кунед? дастгирӣ кунед. брафтем. Занарҷон, бахшиши зиёд. То ба ин дараҷа зани бофаҳм будани туро, зани худу тарс будани туро бовар надоштам. ба ҷое ки дар пеши додарат арзу шикоят кунӣ, баръакс обрӯи маро баланд бардоштӣ. 100 бор шукри худованди бузург. ман низ занакҷон, ман низ ваъда медиҳам ки ранги номард дигар дар зиндагӣ рафтор намекунам. ислоҳ мешавам, зиндагиамро нағз мехапам. майлаш, умедворам ту маро бахшидаӣ. ҳеҷ гап нест мардакҷон, ман дуои падару модарамро гирифтам ва огуфтаи падару модарамро ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам. ҳеҷ гап нест. ҳазор раҳмат занакҷон, ҳазор раҳмат. худоро шукр.